سلام دوست عزیزم، من فاطمه هنرمند هستم، نوازنده و مدرس سنتور. خیلی خوش اومدید به کانال من. امروز قراره که تمرینات صفحه 22 از کتاب شیوه سنتور نوازی و استاد پشنگ کامکار رو با هم کار کنیم. یک سری نکات در رابطه با میز سنتور و نحوه مضراب گیری بگیم. خب ببینید، میز سنتور شما ارتفاعش تقریبا 60 تا 65 سانت از زمین باید باشه. میز سنتورمون باید یک مقداری شیبدار باشه. دقیقاً باید روبروی سنتور بشینید که به تمام پوزیسیون ها مسلط باشید. دستمون هم باید بازو نسبت به ساعد یک زاویه قائمه رو تشکیل بده، به طوری که شما وقتی دارید مضراب میزنید این زاویه دستتون به هم نریزه. ارتفاع سنتور باید در این حد باشه. اگر ارتفاع سنتور خیلی بالا یا خیلی پایین باشه دیگه دست شما این زاویه 90 درجه رو نخواهد داشت، چون مجبورید دستتون رو خیلی بگیرید بالا یا خیلی بگیرید پایین که دیگه این زاویه به هم میخوره. نکته بعدی این که چجوری مضراب بگیریم. ببینید این مضراب ماه، انگشت اشاره این داخل، 60 اینجا و این 3 تا انگشت میره این زیر. روی بند اول انگشت هامون هم باید باشه. خب دست ما وقتی که مضراب میزنیم باید از مچ بچرخه. این 2 تا انگشت آخر رو نباید بچسبونیم. چرا؟ وقتی که این 2 تا انگشت آخر رو میچسبونید عضلات این قسمت سفت میشه. دست بزنید سفت میشه و دست شما دیگه راحت نمیچرخه. ولی وقتی که دستتون رو به این شکل بگیرید، یعنی این 2 تا انگشت بیاد پشت این انگشت وسطی، به این شکل بگیرید، راحت میتونید مضراب بزنید. نحوه فرود اومدن مضرابتون هم باید اینطوری باشه که چطور شما وقتی یه توپ پرت میکنید زمین با چه شتابی میاد بالا، مضراب زدنتون هم باید همین شکل باشه. یک ضربه قوی و بیاد بالا به این شکل. حواسمون باشه که دستمون رو از ساعد تکون نمیدیم، دستمون باید از مچ بچرخه. وقتی میخواید تمرین مضراب انجام بدید، سر مضراب بالا، یک ضربه قوی میاد موازی مضراب بغل. به این شکل شما باید تمرین کنید. خب میریم صفحه 22 تمرینات مضراب. ما اینجا میزان نمامون داره 4-4 رو بهمون نشون میده. میزان نمای 4-4 یعنی 4 ضرب سیاه در یک میزان. 4 ضرب سیاه در یک میزان. ما برای هر سیاه گفتیم یک شماره در نظر میگیریم و برای هر سیاه یک ضرب پا میزنیم. اگر ویدیوهای قبل رو ندیدید پیشنهاد می‌کنم اول اونا رو ببینید تا الان متوجه بشید که داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم. پس میزان نمامون 4-4 به معنی 4 تا ضرب سیاه در یک میزان. برای هر سیاه یک ضرب میزنیم و یک شماره میشماریم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. علامت 8 به معنی مضراب با دست راست، علامت چپ به معنی مضراب با دست چپ هستش. بچه تمام نوت ها توی این تمرین نوت 2 هستش، نوت 2 میانی. یه بار نوت ها رو با هم مرور کنیم. ببینید نوت می، فا، سل، لا، سی، دو، ره، می، فا. اینها نوت های زیر بودن، نوت های زیر یا پشت خرک. نوت های میانی می، فا، سل، لا، سی، دو، ره، می، فا. نوت های بم خرک اول به جای نوت می، نوت 2 هم میتونه کوک باشه. تو دستگاه شور دو، فا، سل، لا، سی، دو، ره، می، فا. خب بریم سراغ اجرا. 1 2 3 4. 1 2 3 4. چی شد؟ من برای هر ضربه پایی که زدم یا هر شمارشی که گفتم یک نوت 2 سیاه داشتم. یک ضرب زدم. 2 کجا بود جاش؟ خرک شیشم. خرک‌ها رو از پایین به بالا میشمردیم. 1 2 3 4 5 6. پس جایگاه 2 میانی اینجاست. وقتی که میخوایم مضرابمون رو فرود بیاریم روی هر نوتی،
باید در فاصله 3 سانتیمتری از خرک باشه. اگر خیلی این طرف بزنم میخوره به خرک، صدای بدی میده. اگر خیلی هم فاصله بدم این وسط باشه میخوره به سیمهای زرد. همونطور که میبینید سیمهای زرد از خرکای این سمت گذشته که نوت‌های بم رو تشکیل میده. سیمهای سفید هم از این خرک ها گذشته که این قسمت میشد نوت‌های میانی و پشتش هم میشد نوت‌های زیر. پس دقت داشته باشید. در فاصله تقریباً 3 سانتیمتر آبم فرود میاد. تمرین 2. یه نکته دیگه، میزان دوم در تمرین 1. ما سکوت داریم. سر سکوت هم ضرب پا زدم و هم شمردم، ولی مضراب من فرود نیومد. چرا؟ چون یک سکوت سیاه هستش. 1 شماره سکوت کردم. تمرین 2 رو ببینید. دوباره سکوت داریم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. تمرین 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4. تمرین 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. تمرین 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. این هم از این جلسه به نظرم کافیه برای امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه، استفاده کرده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید تا اونها هم بتونن استفاده کنن. خسته نباشید.